Mr. Ahmadinejad, it seems that you have many homosexuals in Iran. Is it true? بله، ما یه چند صد هزار نفری داشتیم، اما به کمک مقام رهبری و نیروهای انتظامی اونا رو حلش کردیم. الان دیگه هیچی نداریم. Mr. Ahmadinejad, it seems that you have many nuclear weapons in Iran. Is that true? در حال حاضر نداریم، اما به کمک مقام رهبری و برادران نیروی انتظامی در آینده نزدیک صدها هزار بمب اتمی عرضه خواهیم کرد.